صبح 26 مارس سال 2023 در نتیجه یک صدمه سخت در حدود نویه فیودر ولایت ساراتوف در جنوب روسیه 4 مهاجر، 3 شهروند تاجیکستان سنشان 41 24 و 18 و یک شهروند 22 ساله ازبکستان جراحت برداشتند. 2 نفر آنها در بیمارستان در حالت وزنین قرار دارند. جوان 22 ساله از ازبکستان را با آسیب مغز سر و قبرغه‌های شکسته بستری کردند. جوان 24 ساله تاجیک به علت شکستن استخوان کوسه‌خانه سرش در حالت کما قرار دارد. درباره این صدمه مدهش نشریه محلی ساراتوف بیزنس کنسالتینگ خبر داد. بنا به معلومات مقدماتی گبدده یا پلیس روی ولایت ساراتوف صبح 26 مارس ساعت 9:26 دقیقه در کیلومتر 390 روی اوزینکی یک راننده 39 ساله از عهده اداره ماشین تمغه هوندا سالیارس برآمدن نتوانست و در نتیجه ماشین از راه خارج شد. بر اثر این صدمه راننده و 3 مسافرش را با جراحت‌های گوناگون به بیمارستان بردند. وزیر تندرستی ولایت ساراتوف الگ کوستین اطلاع داده است که در این ماشین شهروندان کشورهای آسیای مرکزی 3 نفر از تاجیکستان و 1 نفر از ازبکستان سفر داشتند. بنا به معلومات کوستین وضع 2 شهروند تاجیکستان که به گفته او 41 و 18 سال دارند خوب بوده. به آنها تنها طبابت امبولاتوری توصیه دادند، ولی وضع 2 نفر دیگر وزن ارزیابی می شود. شهروند 22 ساله ازبکستان را با آسیب مغز سر و قبرغه‌های شکسته بستری کردند، ولی شهروند 24 ساله تاجیکستان به سبب شکستن استخوان اساسی کوسه‌خانه سرش در حالت کما قرار دارد. راه‌های از این که به یکی از گذرگاه‌های اساسی که از مرز روسیه به قزاقستان میبرد، مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان مجبورند که هر سر چند وقت از این مرز عبور کرده باز به روسیه برگردند تا که بود و باش خود را در روسیه باز از سر خط از صفر شروع کنند. تقریبا هر ماه درباره در راه‌های به طرف مرز روسیه با قزاقستان دچار صدمه شدن مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان خبرها به دست میرسند.